محمد تیوی، قمارباز دیگری که طول چند سال است به فریب جوانان سودلاخ تاجیک مشغول است. یعنی به گفت خود کنکوس تشکیل میکند ولی جوانان را به کار حرام جلب میکند. خطابم به این قمارباز نامحترم این است که خداوند متعال قمار را در آیه 90 سوره مائده پلید و عمل شیطان گفته است و گناه قمار برابر با گناه بت پرستی و شراب نوشی می باشد. پس خداوند ما و شما را امر کرده است تا از این حرام کرده الله پرهیز و دوری جوییم. اما تو باشی شب و روز در شبکه‌های اجتماعی به فریب کردن جوانان ناآگاه تاجیک مشغول هستی. از الله بترس، روزی می شود در نزد خداوند جواب خواهی داد. تو شرم نمی کنی با راه فریب و نیرنگ پول به دست میاری. مواظب حیات دو روزه خود باش. خطابم به جوانانی که بلیط قمار میخرند، شما فکر نکنید که بیگناه هستید. شما هم قمارباز هستید و در گناه با این قمارباز حرام خوش شریک هستید. بسیاری شما در این دنیا از جانب قماربازان فند و فریب میخورید. باز در قیامت نزد الله جواب خواهید داد. از الله بترسید و از این کار حرام دوری جویید.